با عرض سلام. امروز سه‌شنبه دوم اسفند 1399 خورشیدی برابر است با 21 اپریل 2020 میلادی. مشروع خبرها با من اسدالله زمره شبکه امید فردا. رئیس جمهور غنی میگوید که کمک‌های غذایی حکومت به مردم در شهرها از طریق نانوایی‌ها توزیع خواهد شد. این در حالی است که پیش از این باشندگان کشور از بی‌توجهی حکومت شکایت کرده بودند. به دنبال انتقادهای گسترده از شیوه توزیع کمک‌های مواد غذایی از سوی حکومت، رئیس جمهور غنی میگوید که پس از این کمک‌های مواد غذایی حکومت در شهرها از طریق نانوایی‌ها، در ولسوالی‌ها از طریق مساجد و در روستاها از طریق شوراهای انکشافی توزیع خواهد شد. آقای غنی در پیامی از مردم می‌خواهد که برای عملی شدن این طرح و همکاری با کارمندان بخش صحی در خانه‌هایشان بمانند و راهنمودهای بهداشتی وزارت صحت عامه را عملی کنند. قرار است به زودی از طریق نانوایی‌های شهر، مساجد در ولسوالی‌ها، شوراهای انکشافی دهات و دیگر نهادها توزیع نان، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی‌های ابتدایی و اساسی قشر آسیب پذیر را فراهم سازیم. این اقدام حکومت در حال صورت می‌گیرد که نتیجه آزمایش بیماری کووید 19 رئیس جمهور غنی و بانوی نخست کشور از سوی وزارت صحت عامه منفی اعلان شده است. پوسنی وخت که د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی یوه تر ټولو اغېزناکه لاره داده چې هغو روغتیایي سپارښتنو ته چې د رسنیو له لارې او د روغتیایي کارکوونکو له لورې بیانیږي پاملرنه وکړئ او په کورونو کې پاتې شئ. همزمان با این وزارت ترانسپورت و جاده میگوید که روند انتقال 75,000 تن گندم از مرز زرنج آغاز شده و توزیع آن مطابق با دستور رئیس جمهور غنی انجام خواهد شد. آغاز انتقال 75,000 تن گندم از زرنج شروع شد و این توزیع ازی بر اساس هدایت مقام علی ریاست جمهوری به شهرهایی که نیاز است، خاصتا هرات و سایر دیگر شهرها شروع میشه. همزمان به این وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که 18 میلیون دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا به دولت افغانستان کمک میکند که بخشی از این کمک ها صرف رسیدگی به بجستگان داخلی خواهد شد. صف‌های طولانی برای دریافت کمک در شرایط تهدید کرونا. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در 26 ولایت به خانواده‌های نیازمند کمک‌های غذایی توزیع می‌کند. با شیوع ویروس کرونا در کشور، شهرها از سوی حکومت قرنطینه شد که این امر مردم را با چالش فراوان روبرو کرده است. آمار مبتلایان به کووید 19 در پایتخت روز به روز افزایش می‌یابد. اما اینجا خبری از منع گردهمایی و رعایت فاصله اجتماعی نیست. این همه جمعیت با وجود خطر آلودگی به ویروس کرونا برای دریافت کمک‌های غذایی کمیته اضطرار پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گرد آمدند. حساب میشه که ما بلشه بیا تشریف آوردیم و مردم آمده به خاطر اینکه مواد توزیع میشه. تا حالا بسیار بی‌نظمی است و مواد توزیع نشده. یعنی امروز ما اینجا آمدیم کورکورانه دم داخل لیسه بیبیا که نمیجا مخلوق جمع بود، ما از سر کو سعی کردیم که نمیجا ده نمیجا مردم جمع است، اگر کمک باشه ما آمدیم کمک حالی میگن بلیست است، حالی خدا میفهمه که به ما میرسه یا نمیرسه. مسئولان کمیته اضطرار میگویند که برای 1400 خانواده نیازمند کمک‌های مواد خوراکی شامل گندم و دال نخود در نظر گرفتند. در جایی که ما شما هستیم فعلا ناحیه 6 و 7 مردمای ناحیه 6 و 7 جمع شده و تقریبا امروز موادی که در اینجا بر مردم توزیع میشه بر 1400 نفر ما مواد را آوردیم در اینجا و مواد غذایی که آورده شامل گندم و دال نخود می باشه. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز در 26 ولایت کشور روند توزیع کمک‌های مواد خوراکی را آغاز کرده است که از این میان امروز برای 2500 خانواده در ناحیه‌های مختلف کابل مواد خوراکی توزیع شد. برای 2500 فامیل مستحق که از نهادهای مختلف ما لیست افراد مستحق و مسکین و به وضاحت جمع‌آوری کردیم با حضور جناب والی صاحب کابل و معاون صاحب شاروال کابل امروز با توزیع این برنامه می‌پردازیم. هر فردی که در ایران قربانی میده امرای مردم خود کمک میکنه و از خانه های خود نه به خاطر رفع مشکلات خود بلکه به خاطر خدمتگزاری میبرند به شمول میدیا. دولت اونها را
تقدیر معنوی خود کرد. شماری از خانواده های نیازمند اما این کمک ها را بسنده نمی دانند. یک بجیار دسته، یک پیپروغن دیگر چیز ما چی هستیم احتیاجات داریم، مثل برنج و تشکر از اینا که کمک در مردم نیازمند داره میکنن. همین رقم اگر ادامه داشته باشه برای مردم بسیار خوب است. در همین حال شماری دیگر از شیوه توزیع این کمک ها شکایت دارند. من مسکین هستم، بیچاره هستم، نه کارتکش به من کس داده، نه کارتکش دیدم. از وکیلای ما فکر خود به غریب و مسکین خود بگیره، باز از غریب هم گندم کمک شده، آرد کمک شده، برای ما نه وکیلا گفتن که به ما کارت آمده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که تا حال به ارزش 2 میلیون دلار کمک های نقدی و مواد خوراکی در سراسر کشور به خانواده های نیازمند توزیع کرده است. مسئولان در این وزارت میگویند که بازرگانان حاضرند تا به ارزش 1 میلیون دلار مواد اولیه صحی برای وزارت صحت کمک کنند. تلاش گروه‌های هراس‌افغان جهانی برای ایجاد خلافت در بدخشان. برخی از منابع امنیتی در بدخشان میگویند که داعش در تبانی با طالبان و القاعده در تلاش ایجاد خلافت مشترک در شمال شرق کشور در بدخشان است. از سوی هم والی بدخشان میپذیرد که برخی از گروه‌های هراس‌افغان از جمله القاعده و طالبان در این ولایت فعالیت دارند. به یکی از ولسوالی‌های می رویم که میزبان بزرگترین پایگاه طالبان، القاعده و داعش در شمال شرق افغانستان است. پس از گذر از بخش‌های کوهستانی و بسیار دشوارگذر، سرانجام به ولسوالی جرم بدخشان می رسیم. مثلث طالبان، القاعده و داعش از دره خستک ولسوالی جرم 22 ولسوالی دیگر بدخشان را به جولانگاهشان بدل کرده اند. اینجا منطقه سوچ بالا خط نخست نبرد میان نیروهای امنیتی و 400 هراس‌افغان خارجی است که آنها دره خستک را و بزرگترین پایگاه خود ساختند و دره خستک پاشنه آشیل بدخشان و دیگر ولایت‌ها شده است. در این دره جنگجویان گروه انصار الله تاجیکستان، ترکستان شرقی از ایغورهای چین و حرکت اسلامی ازبکستان با خانواده‌هایشان حضور دارند. تروریستان داخلی و خارجی که مربوط به القاعده و داعش و علاقات دیگه تروریستی میشه در اینجا جابجا شده و از اینجا سازماندهی میکنه به دیگه ولایت کشور و تا به جهان. به گفته منابع امنیتی، گروه انصار الله را ابراهیم تاجیکستانی، ترکستان شرقی را حاجی فرقان و حرکت اسلامی ازبکستان را مکرمه ازبکستانی رهبری می کند. هر سه گروه که پیشینه همکاری با طالبان را داشتند، به گفته منابع امنیتی در سال 1393 از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شدند. حالا اما گروه داعش در همکاری با طالبان و القاعده برای ایجاد خلافت مشترک آستین برزده اند. خلافتی که این گروه ها برای گسترش آن از بدخشان به آسیای میانه چشم دوخته اند. اینا در صدد تشکیل یک جغرافیای سیاسی هستند و این جغرافیای سیاسی و همچنان داشتن یک موقعیت استراتژیک سیاسی و همچنان داشتن یک موقعیت جنگی در بدخشان تجمعشان به این منظور هست. ولایت کوهستانی بدخشان به دلیل وضعیت راهبردی جغرافیاییش و منابع معدنی فراوان مورد توجه گروه‌های هراس‌افغان است. این دشواری‌ها و مزیت‌های همزمان از یک سو عملیات نیروهای امنیتی را به چالش کشیده و سوی دیگر قاچاق معدن‌ها ماشین جنگی این گروه‌ها را گرم نگه داشته است. مقام‌های محلی هشدار می‌دهند که اگر لانه‌های داعش و القاعده نابود نشوند و یک دردسر بزرگ برای افغانستان و جهان بدل خواهند شد. داعش یگانه پایگاهی که در اینجا بتونه راحت‌تر زندگی بکنن و نزدیکتر باشه، به خصوص ایغورای چین، ازبک‌ها، تاجیک‌ها که اینا سرحد دارن با تاجیکستان و چین، اونجا زودتر به وطن‌هایشان برسند، دسترسی داشته باشن، محیط خوبتر برشان بدخشانه.
گروه های هراس افغان در جرم و بهارک دست کم 600 خانواده را آواره کردند. خانواده هایی که برای زنده ماندن از جنگ فرار کرده اما حالا میان فقر و گرسنگی دست و پا میزنند. خانواده ما را همیاری گرفتن که مال غنیمت است، نه اینا به حساب اربکی هستند، اینا به این چیزی همین مردم نیستن. این مردم خسته از جنگ روز و شبشان را به امید برگشت به خانه و کاشانهشان میگذرانند، اما با توجه به موقعیت راهبردی و جغرافیایی پیچیده بدخشان برای طرفهای درگیر به نظر نمی رسد این امید به این زودی ها عملی شود. فتوای وزارت ارشاد، حج و اوقاف در آستانه ماه مبارک رمضان. عالمان دین در کابل میگویند که افراد کهنسال، بیمار و کسانی که از ابتلا به کووید 19 هراس دارند نمازهایشان را در خانه ادا کنند. عالمان دین از گروه طالبان میخواهند که به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. صدای منبر و دکتر، نشست خبری با همین عنوان در پیوند به صدور فتوایی در مورد نمازهای جماعت. روزه مبارک با آمد ماه رمضان، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در این نشست فتوایش را در مورد برگزاری نمازهای پنجگانه به ویژه تراویح که در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود اعلام می کند. این فتوا گرچند افراد را از رفتن به مسجد منع نمی کند، اما به 4 کاتگوری از افراد توصیه می کند که نمازهایشان را در خانه ادا کنند. بر بنیاد این فتوای وزارت ارشاد، حج و اوقاف، افراد مسن، افراد دارای بیماری، کودکان و آن از افرادی که هراس از ابتلا به ویروس کرونا دارند می توانند نمازهایشان را در خانه ادا کنند. به افرادی هم که نمازهای پنجگانه را در مسجد ادا می کنند نیز توصیه می شود که قبل از ادای نماز مسجد را دواپاشی کنند، دستکش، ماسک و همچنان جانماز شخصی استفاده کنند. ډاکټر صاحبان وايي هغه دې مراعات کړي او مشران مریضان دا خلک دي حتی د فرض لمانځه د جمع لپاره هم نه ځي او هر هغه څوک چې خوف او خطر ولري نو د تراویح لمونځ خو سنت لمونځ ده، دا خلک د ټول د جماعت لمونځونه په خپلو کورونو کې ادا کوي. این وزارت از طرفهای درگیر نبرد به ویژه طالبان هم می‌خواهد تا از یک سو به حرمت ماه رمضان و از سوی دیگر برای مبارزه بهتر با ویروس کرونا آتش بس کنند. لامدی منبر نه د افغانستان د حکومت په مخالفینو او په حکومت باندې چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام او د خپلو مسلمانو هیوادوالو د حفظ الصحې د روغتیا په خاطر له دغه خطرناک ویروس نه راځئ اوربند وکوئ تر څو چې د دغه ویروس نتیجه صفر ته رسیږي موږ غږ کوو چې تر هغه وخته دې اوربند وسي. وزارت صحت هم در این نشست خبری توصیه‌های مشخصی برای شهروندان کشور برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا دارد. بعد از کلمه و نماز روزه ستون سیم دین ما و شماست. دیگه از او خاطر ما هم تاکید داریم به گرفتن روزه. اما برای یک تعداد کسایی که مادر حامله است، مادر شیرده است، مریض است، امراض مزمن داره، سنشان بسیار بالاست، یا میتونن از این حکم رخصت استفاده کنن. در زمانی که شرایط عافیت شد، راحت شد، پس دوباره میتونن این دین خود ادا بکنن. در این میان برخی از عالمان دین با استقبال از این فتوای وزارت ارشاد، حج و اوقاف آن را صادر شده در روشنی احکام دین می‌دانند. همزمان با این شماری از عالمان دین در گوشه دیگر پایتخت هم بر ختم نبردها در کشور تاکید دارند. امارت اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، میگم هر دویتان اسلامی دارین، اسلامی. اگر اسلامی هر دویتان براستی است بیاین برای خدا یک اسلامی شوید. عالمان دین چندی پیش هم فتوایی در مورد برگزاری نمازهای پنجگانه صادر کردند و در آن از مردم خواستند تا حد ممکن نمازهایشان را در خانه ادا کنند و در صورت حضور در مسجد هم تنها نماز فرض را در مسجد ادا کنند. اختلاف‌ها میان رهبری تیم سپیدار در پیوند به چگونگی توافق با ارگ. برخی از آگاهان سیاسی میگویند که شخص عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را پذیرفته است، اما شماری از اعضای رهبری تیم
با این تصمیم آقای عبدالله مخالفند. در حالی که 2 روز پیش شماری از چهره‌های نزدیک با آقای عبدالله از نهایی شدن طرح سپهدار سخن می‌زدند، اما تاکنون طرحشان عملی نشده است. شماری از چهره‌های سیاسی نزدیک به حامد کرزی میگویند که اعضای رهبری تیم آقای عبدالله در پیوند به توافق با ارگ ریاست جمهوری اختلاف دارند. با گفته آنان آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را پذیرفته، اما شماری از رهبری تیم او با آن مخالفت نشان می‌دهند. ما په نظر خو د مصالحې شورا چې یو پیشنهاد ډاکټر صاحب عبدالله ته کړی وي او تر یو حده پورې موږ داسې اطلاع لرو چې ډاکټر عبدالله منلی دی، خو بعضې د ډاکټر عبدالله دوستان و انډیوالان چې ورسره دي هغه یو داسې خواسته کوي چې هغه ناقابل قبول دی. نعره تکبیر. برخی منبع‌ها هم میگویند که امروز رهبران ثبات و همگرایی در 2 نشست جداگانه در منزل محمد کریمی خلیلی و عبدالله روی نهایی کردن طرح آقای عبدالله برای حل تنش‌های سیاسی رایزنی کردند. سخنگوی آقای عبدالله اما اختلاف میان رهبری تیم ثبات و همگرایی را رد می‌کند و میگوید که تلاش‌ها برای نهایی کردن یک طرح همشمول برای شکستاندن بنبست سیاسی در کشور ادامه دارد. به دلیل از اینکه ما یک طرح جامع همشمول و متناسب با واقعیت‌های فعلی افغانستان را نهایی کنیم ایجاب میکنه که فرصت و دقت بیشتر به کار گرفته شود، اما شایعات مبنی بر اختلاف دیدگاه میان تیم ثبات همگرایی اصلا صحت ندارد. پیش از این امریکا هشدار داد که از بحر دوام و افزایش تنش‌های سیاسی میان آقای غنی و عبدالله در کمک‌هایش به افغانستان $1 میلیارد کاهش می‌آورد، آنچه که واکنش جهانی را نیز همراه شده است. حال که امریکا حکومت افغانستان را تهدید می کند، نشان می دهد واشنگتن راهبردی را روی دست گرفته که در آن پیروزی و بقای حکومت افغانستان مهمتر از منافع امنیتی ایالات متحده نیست. با این همه منبع‌های نزدیک به عبدالله تایید کردند که سهم 50% در کابینه، رهبری شورای عالی مصالحه، لغو وزارت دولت در امور صلح و تفویض معاونت فرماندهی قوای مسلح به ژنرال دوستم موردهای درشت طرح آقای عبدالله است. این بود داشته‌های خبری این ساعت که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.